لوگو رو با آیکون، پوستر و پیکتوگرام نباید اشتباه گرفت. یک تفاوت مهمی که لوگو با مواردی که گفتم داره اینه که لوگو شخصیت و هویت خودش رو داره. ممکنه شما برای یک مجموعه آیکون اختصاصی دیزاین بکنید و آیکونتون شبیه به آیکون خیلی از برندهای دیگه بشه. در خیلی موارد این اشکالی نداره، اما اگر لوگویی که شما دیزاین کردید شبیه بقیه لوگوها بشه توی همون حوزه، این خیلی بده و نشون میده که اون لوگو بسیار ضعیف کار شده. یه نکته‌ای که راجع به لوگو و پوستر وجود داره اینه که معمولاً در پوسترها عناصر گرافیکی زیادی استفاده میشه برای اینکه مفهوم به مخاطب منتقل بشه. اما لوگو ظرفیت این همه جزئیات رو نداره، یا بهتر بگم ذهن مخاطب ظرفیت این همه جزئیات رو نداره. لوگو قراره تا مدت‌ها در ذهن مخاطب بمونه، قراره مدام فراخوانی بشه. زمانی که لوگو پیچیدگی‌های زیادی داشته باشه، جزئیات زیادی داشته باشه، نمیتونه به راحتی فراخوانی بشه. مخاطب نمیتونه اون رو به خوبی درک کنه و هر بار اون رو یادآوری بکنه. پس لوگوها باید در ساده ترین و حداقل ترین شرایط ممکن دیزاین بشن و در این حال قابل فهم باشن و شخصیت و هویت خودشون رو هم داشته باشن.